خودش تا روش خودش تا به سیمانه تاوا بحث دیگری از کلاسای صبحگاهیمون رو برشید، آفرینش، خلقت، نزدیکی به خداوند، حضور خداوند در زندگیمون رو به خوبی شروع میکنیم و خود این یک جای امیدواریه که آدم میدونه در پناه کیه، زیر سایه کیه. خیلی موقع آدم چون نمیدونه کی داره ازش حفاظت میکنه یک باره شک میکنه و امکان داره که نگرانی بیشتر از امید اون رو فرا بگیره. ولی همین که ما آگاهیمون رو، دانشمون رو از خداوند بیشتر میکنیم، مخصوصا در خلقت، در آفرینش، به عظمت و بزرگی و هنرمندیش پی میبریم، حتی با این که نمیبینیم هنوز هستر پانیم از پشت پرده، با دل قرار روز دیگر رو شروع میکنیم، چون میدونیم این لویانون و لویشان شما اسرائیل. و در طول تاریخ خداوند همیشه دلسوزیش و مهربونیش و لطفش و رحمش رو به ما نشون داده و به استناد و به امید با رحم تاریخی خداوند باز ما بهش رو میاریم، چون میدونیم الرحم حنون، خداییست بخشنده، رحیم و رحمان، و فقط محق حتی لهتیف برای خوبی ما قدمی برمیداره. اسکر میسوت به خانواده ازری برای اسپانسر شعور امروز روش خودش دانیل لیلون نشمت دانیل بن الیاهو روح هشم شنیحنو بگندن. تسکل میسوت و همه اونهایی که همیشه سپورتر و حامی برنامه‌های ما بودن و همین کمک کرده که تونستیم برنامه‌ها رو، کلاس‌ها رو در کل دنیا باروخ هشم پخش بکنیم، چه از طریق کلاس‌های تلویزیونی، تلفنی و رادیویی. www.torahelp.com فقط لازمه به این لینک برید و به زخوت روش خودش از نیت قلبی خودتون در راه تورا خرج بکنید و همین زخوتی میشه به خوبی برای خودمون در این ماه جدیدی که داریم. در ابتدای آفرینش ما برشید چه خوندیم؟ که خداوند خلقت رو بر پایه فقط حال بنا نمیگذاره. خداوند موقعی که یک چیزی رو میآفرینه همه جوانب رو در نظر میگیره، بر طبق گذشته، حال، آینده. یه نجار موقعی که یک چوبی رو اره میکنه، رنگ میکنه، تبدیل به میز میکنه، آیا به نظر شما این نجار آینده این چوب رو در نظر گرفت و یا اینکه گذشته و حالش رو در نظر گرفت؟ بر حسب چه تصمیمی این رو کرد چوب، این رو کرد صندلی، این رو کرد میز، این رو کرد کمد؟ معمولاً هر نقاشی، هر هنرمندی، هر نجاری برای مصرف آینده، هدف آینده میاد و یک چیزی رو نقاشی میکنه، بنا میکنه که این نقاشی قراره در کجا فروش بره، در کجا نصب بشه، این چوب و صندلی قراره که در کجا استفاده بشه. به همین دلیل صندلی توی آفیس با صندلی توی کلاس درس فرق داره.
بر طبق آینده اون ساختمان، اون خلقت، اون آفرینش پدید میاد. اما در مورد خداوند هر 3 زمان رو در آن واحد در نظر میگیره و چون خداوند از گذشته و حال ما باخبره، آینده ما رو نیز بر طبق همون قلم میزنه و خلق میکنه. و یکی از خصوصیات انسان چیه؟ یکی از خصوصیات بستنی چیه؟ یکی از خصوصیات بستنی یکی از خصوصیات بستنی که اگر نخوریش آب میشه، تا هنوز یخه باید بخوریش. اگر گرم شد و آب شد و دیگه حالت بستنی نداشت، اصلا خوردن نداره، میشه سوپ. همینطورم خداوند در ما یک خصوصیاتی میبینه که میگه لطف هیود آدم لودو، انسان موقعی که تنها بشه بد میشه. اینو قبول کنیم. تا هنوز با دیگران خوبیشو حفظ میکنه، به محض اینکه تنها شد بد میشه. چرا؟ چون ساتان اون رو تنها گیر میاره و خیلی راحت‌تر میتونه حریفش بشه. همونطوری که نحاش کدمانی، اون مار در گن ادن، حوا رو اول هدف قرار داد، تنها گیر انداخت. بعد حوا اومد به آدمارشان گفت چرا نیامد با هر دوشون صحبت بکنه؟ مگه چند تا آدم تو اون دنیا تو گن ادن بود؟ ساتان در هنگام تنهایی انسان رو غافلگیر میکنه، به محض اینکه آدم تو خودش بره، دکوراژه بشه، با کسی نخواد ارتباط داشته باشه، کینه و دشمنی اون رو بگیره که با همه یه حالت دفاعی داشته باشه، نه همکاری. به محض اینکه آدم خودش رو تنها کرد یا تنها دید، ساتان بهترین دوستش میشه. با فکر و احساس منفی میاد اون رو شکار میکنه. لطف هیود آدم لودو. پس من با هر دوری که با اطرافیانم پدید میارم، دارم یک نزدیکی با ساتان پدید میارم. آیا کدومش رو بهتر ترجیح میدم؟ ساتان یا همسایم؟ ساتان یا زن و شوهرم؟ ساتان یا فامیلم؟ پس همه ما از این غافل هستیم که تنهایی درسته که به انسان قدرت میده، به انسان غرور میده، به انسان گعوا میده که برای خودمون میبریم و میدوزیم، اما خودمون رو داریم در معرض هدف ساتان قرار میدیم. حرفایی که، کارهایی که اصلا فکرش هم نمی کردیم و امکان داره انجام بدیم. پس چقدر مهمه انسان تا هر موقعیتی که پیش میاد سعی کنه اتفاقا میخوای از گناه به دور باشی، از تنهایی به دور باش. میخوای از ساتان به دور باشی، از تنهایی به دور باش. و تنهایی رو انسان با همکاری، با اتحاد، با شالوم، با پیس، با دوستی میتونه برطرف بکنه. نور بیشتر، تاریکی کمتر. دوستی و وحدت بیشتر، ساتان کمتر. پس تا الان ما اگرم نمیدونستیم از الان شروع کنیم اینکه چطور ارتباطمون و اتحادمون رو بیشتر بکنیم با دیگری. چرا؟ به خاطر نفع خودمون،
که مبادا یک بار ساتان بیاد سراغم. بذار تا اونجایی که میتونم همزیستیم و همکاریم و اتحادم و با دیگری حفظ بکنم، نه با تکروی و با کل قدی. حرف خودم، کسی هم نخواست خودم میرم دیگه. مخصوصا اگر به مخلوقت دو دستگی بیاد مانند پاراشای کورح، پاراشای هفته که هنوزه در تورا میگه ابنه کورح لومتو، فرزندان کورح فوت نکردن. از یک طرف داره میگه فرزندان کورح تشووا کردن، اونها در دره یا در اون مجازات فرو نرفتن. اما ربای سلیمانی از قول بنیشخیم می آورد، میگه اوبنه کورح لومتو، یعنی همیشه نوچه های کورح تو هر دوره هستن که بخوان یک دعوایی به پا بکنن. و میبینیم با هر مخلوقتی متاسفانه شکافی و با هر شکافی دوری از خداوند و نزدیکی به ساتان و متاسفانه عواقب دیگه پیش میاد. پس همه ما به نحوی میتونیم خودمون رو از وسط اقیانوس هم شده به ساحل برسونیم. همین که اتحادمون رو حفظ بکنیم، نگذاریم تنها بشیم. با خوب بودنمون روز به روز میتونیم به ساحل برسیم. و خوب بودنمون چجوریه؟ بستنی رو چجوری حفظ میکنن؟ توی یخچال، توی محیط خنک یا حتی سرد، فریزر. خوبی ما با دیگری حفظ میشه، نه تنهایی. لطو و یاد آدم لودو. پس میبینیم اگر انسان حاضر حتی با یک گلدون، حتی با یک آکواریوم، حتی با یک گربه خودشو در روز مشغول بکنه که بهشون خوبی بکنه، که احساس خوبی بکنه، که از تنهایی احساسی بیاد بیرون، از تنهایی فکری بیاد بیرون، که یک دلیلی برای صبح هفتش داشته باشه، که به یه دلیلی از خواب بیدار بشه، که میخواد به یه نفر خوبی بکنه. حالا میتونه گربه باشه. اگر میتونه یک گل، یک گربه وسیله انرژی مثبت در ما قرار بگیرن، دیگه چه برسه موقعی که آدم به یک انسان میخواد خوبی بکنه. دیگه چه برسه موقعی که میخواد به یک عده‌ای خوبی بکنه. خوبی کردن منظور این چیزی که من میگم نیست. خوبی کردن یعنی این چیزی که با هم میگیمه. من میخوام امروز اینجوری خوبی بکنم. اگر سعی کنیم حرف شنویمون رو از همدیگه بیشتر بکنیم، یک ذره حالت غرورمون رو کنار بگذاریم، بالاترین خوبی رو هم به خودمون کردیم، هم به دیگران، هم به دنیا. مخصوصا اگر دیگه پدر مادر باشیم، بالاترین لطف و تربیت رو به فرزندانمون کردیم، به نسلمون کردیم، که نخواستیم فقط با غرورمون پیش بریم، با اتحادمون، یونیتی، با شالوم، با پیس خواستیم پیش بریم. در پاراشای برشید خداوند میاد ارتباط صحیح رو با دنیا به ما یاد میده. اینکه لطف هیو دادم لودو. و اولین میسوای تورا هم رو خداوند چی به ما داد؟ پرو اروو. اینکه ازدواج کنید، زاد و ولد بکنید، زیاد شوید. لطوه برا در ناوی میگه
میگه خداوند دنیا رو برای تهی بودن و خالی بودن نیافریده که تولید نسل، اینکه انسان بتونه از خودش یک زایمانی، تولد دیگری، برشید، خلقتی در دنیا پدید بیاره که یه درخت میوه بده، میوهش هم بکارم با زوری درخت دیگه سبز بشه، این که بتونه انسان مایه و باعث چرخش دنیا و زاد و ولد و تولید بشه، این اولین میثوای توراست. که همونطوری که دیگران کاشتن و تو خوردی، تو بکار که دیگران بخورن. هی فکر نکن که اگه من دارم میکارم پس کی بخورم. مال خودت نیست که داری میکاری، دیگران کاشتن و تو خوردی، تو هم بکار که دیگران بخورن. هی به فکر خوردن خودت نباش. ببین چطور دیگری میتونه از تو بهره ببره و سود ببره، نفع و خیرت به دیگری میتونه برسه، نه اینکه فقط ببینیم خودمون چی تو جیبمون میره یا چی نصیبمون میشه. به حدی خداوند خواست به آدمارشون این احساس شراکت در خلقت رو پدید بیاره که گفت نامگذاری حیواناتم دست خودته، که خودت ببینم چه اسمی روی حیوانات میگذاری. چون هر دفعه که اونها رو صدا میکنی احساس خوبی به دست میده که این اسم من روی این گربه گذاشتم، من این اسم روی این عقاب گذاشتم، من این اسم روی مورچه گذاشتم. هر دفعه که تو صداشون میکنی خودت احساس بهتری میکنی. پس اگر انسان با این همه هینت، اشاره‌ای که خداوند داره به ما میکنه، میگه هرچی بیشتر در بهتر شدن خودت قدم ورداری، خودت کیفشو بیشتر میکنی، خودت لذتشو میبری. همون دست و رویی که میشوری، همون شونه و برسی که تو آینه به سر و رود میزنی، خودت کیفشو بیشتر میکنی. پس به فکر خودسازی خودت باش. نگو هر کی هرچی میخواد بگه، من اینجوریم، من عوض نمیشم، من عمری اینجوری هستم. خودت لذتشو میبری به جایی که ذلتشو ببری. خودت کیفشو میکنی. تو خودت میتونی در خوب بودن خودت شریک باشی. لطف حیات آدم لودو، که نخوای تنهایی تصمیم بگیری یا نخوای تنهایی زندگی بکنی، میخوای با همه هم فکری و همدلی داشته باشی. اما ببینیم ادامه بحث کجا پیش میره. موقعی که همه اینها را انجام داد، و یقرا ها آدم شموت لخل هبما العوف الشامایم الخود حیات حسده. خداوند طبق دستور خداوند، آدمارشون طبق دستور خداوند شروع کرد به ثبت احوال، شناسنامه برای تمام حیوانات و پرندگان و خزندگان چاپ کردن، اسم براشون گذاشتن. و یقراها آدم شموت لخل بهما العوف شامایم الخل حیات حسده. شروع کرد به نامگذاری. اما هنوز یه اشکال اینجا وجود داشت. چرا؟ اول آدم لوماتسا ازر کنگدو. هنوز اون ازر کنگدو، اون کمک مقابلی که برابری که
خداوند در نظرش بود آداماریشان پیدا نکرد، همه حیوانات رو نامگذاری کرد، شروع کرد به تمام گلها و گربه ها خوبی کردن، ولی دید نه این تیکه جونش نیست. آدم گربه هم تو خونش بزرگ بکنه خیلی فرق داره تا اینکه خانواده داشته باشه. دید با هر کسیه داره شروع میکنه خوبی کردن، از کوچه و خیابون گرفتن، از مشتری گرفته، از راننده تاکسی گرفته، به همه داره احوال پرسی و خوبی میکنه، اما نه اون احساس حقیقی که باید داشته باشه رو نداره. چرا؟ چون میگه ازر که نگدو، برق الکتریسیته هم مثبت داره هم منفی، قطار 2 تا ریل داره، هم راست هم چپ. خوبی و انسان موقعی میتونه در خودش حس بکنه که نگدو فقط به خوبی کردن نیست، اینکه به مقاومت و یا به همکاری با عقیده مخالفش هم هست. اینکه بتونه عقیده مخالف که نگده رو تو زندگی خودش پذیرا باشه. من میخوام کولر روشن باشه، اون یکی میگه نه کولر خاموش باشه. اینکه حاضری پذیرا باشی عقیده مختلف رو که با کولر خاموش بگه حداقل هوا هم گرمه ولی دلم گرم باشه، بهتره که با شریک زندگیم، با دوستم، با اطرافیانم، با هم اتاقیم، همکارم هنوز ارتباط گرمی دارم. کدوم برام مهمتره که سر یک کولر روشن بودن و خاموش بودن به جر و بحث بیایم، اون ارتباط گرم رو از دست بدم فقط برای اینکه خنک بشم؟ حرف من بود، نتونست حرفم بشه، آخر کولر رو روشن کردم. آیا کدومش بیشتره؟ این همه لجاجت ها و سرسختی ها تو زندگی که نمیخوام یک ذره همکاری که نگدو تصمیم یا عقیده مخالف رو تو زندگی داشته باشیم، دلمون خوشه، ازر من به همه کمک میکنم. هاباد اگه یه نفر خلاف تو عمل بکنه چی؟ پارو دومت بذاره، اون موقع چه ریاکشن و عکس العملی نشون میدی؟ هنوزم حاضری با متانت و مهربونی باشه؟ یا اصلا تلفنشو دیگه جواب نمیدی، دیگه بلاکش میکنی دیگه؟ فقط ازر بودن کافی نیست، که نگدو. و موقعی که دید آداماریشون به تمام حیوانات و پرندگان و گلها و گربه ها هی داره نامگذاری میکنه و خوبی میکنه، ولی درش اون احساس خوبی پیش نمیاد، چون میبینه هیچ گل و گربه ای جرئت نمیکنه که بخواد در مقابلش حرف بزنه. این که بعضیا میگن بابا درسته همه چی درسته، یهودیت درسته، دختر اسرائیل درسته، ازدواج مناسب درسته، ولی باور کنید اصلا دیگه براش مطرح نیست این فیلیپینیه که حالا کجا بشینه، چه انگشتری دست بکنه، چه کیفی پا بکنه، اصلا یه حرفم یک کلامم بلند صحبت نمیکنه. درسته که گفتن فلان، ولی شما نمیدونید اصلا مثل این که کلفتیشو میکنه، میگه مامان I love you، فارسی هم بلد شده و مامان رو دوست داره. همین که مامان رو دوست داره و لام تا کام صحبت نمیکنه دیگه کافیه دیگه. یه گل حالا یا گربه هر کدوم که باشه، این که فقط گیرنده باشه، نخواد نظریه بده، همین کافیه. به این میگن شالوم بیت. تورا داره میگه تا که نگدو، تا یه عقیده مخالف نداشته باشی خوبیت واقعا معلوم نمیشه، اخلاقت، اتیتودت معلوم نمیشه. اگر راست میگی پا بذار رو دومت بذارن،
عقیدت و سلیقت رو مخالفت بکنن، بعد ببینیم واقعا چقدر آدم خوبی هستی. خیلی ها تو خیابون به به و چهچه ازشون میکنن، تو خونه کسی جرئت نداره باشون صحبت بکنه. چرا؟ چون تو خونه هم به به، حالا به به که چه عرض کنم، ولی مخالفت میکنن، میگن آقا این کارت اشتباهه، این کارت نادرسته. اما تو خیابونه که فقط میگن باریکلا، فقط ظاهر رو میبینن. موقع آدم بیشتر ترجیح میده تو خیابون باشه تا تو خونه. پس میبینیم تورا داره شهادت میده. میتونی تو رئیس جمهور دنیا باشی، میتونی به همه خوبی بکنی، اما تا ازر کنگدو، اون کمک واقعی که مخالفت باشه، انتقاد باشه، در زندگی نداشته باشی، همه اینها فقط جنبه یک طرفه و نمایشی داره. اینکه چطور بتونی قدرت تحمل، طاقت، تمکین تو زندگی داشته باشی که اون چیزی که خواستی انجام نشد، هنوز در چه فرکانس و موجی داری صحبت میکنی. آیا دیگه دکوراژه میشی و تو خودت میری و عصبانی میشی و قهر میکنی و شام نمیخوری و دیگه اصلا جواب تلفن نمیدی، یا اینکه هنوزم ارتباطت رو مستقیم برقرار میکنی؟ پس خیلی موقع ما پلها رو فقط خواستیم جلوی خودمون بسازیم، اما در همون حالم پلها رو عقب پشت خودمون چیکار کردیم؟ خراب کردیم. توی خونه بمون میگن نه این به نظر درست نیست، نه ما نمیخوایم اونجا بریم، نمیخوایم این رو داشته باشیم، ولی سلزمنه غریبه خارج از خونه تو خیابون به ما بگن که نه این چیز خوبیه، داشته باش، به دردت میخوره، ارزونه، چرا نه؟ حاضریم آبروی خونه رو ببریم جلوی اون سلزمنه که حرف اونو گوش بکنیم، نه حرف خونه رو. حرف فلانی رو توی آرایشگاه گوش بکنیم، نه حرف خونه رو. حرف فلانی رو توی ترن و قطار گوش بکنیم، نه خونه رو. و این اشتباهی که ما میکنیم که فکر میکنیم که خیابون عقلشون بیشتر از خونه است، خیابون مهر و محبت و عشقشون بیشتر از خونه است. خونه رو به خیابون میفروشیم فقط چون فلانی گفته. پس بیایید به عزت هشم حواسمون به ازر کنگدو باشه، به مخالفت دوستانه باشه، نه فقط دوستانه گربه بارانه که فقط هرچی میگیم گوش کنن ولی کسی نخواد به ما هیچ انتقادی بکنه یا امر و نهی بکنه. و به عزت هشم مطمئنا همه اینا کمک میکنه که بتونیم ما هم اون ارتباطمون رو اگر بتونیم با اطرافیانم به خوبی برقرار بکنیم، مطمئن باشید که میتونیم اون همون ارتباط رو با خداوند هم به خوبی برقرار بکنیم. هشم کمک کنه که بتونیم به اون درجه برسیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین.